کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 دکامبر سال 2023 خبر داد که بارشات پرشدت در قلمرو کشور سبب آفت‌های طبیعی شد، ولی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. چنانچه روز 13 دکامبر تقریبا ساعت 11:00 دقیقه در کیلومتر 39 راه ماشینگرد لبیجار در حدود دهه روبودنول جماعت دیهات چیلدره نویه سنگوار یا سابق طویل دره در وادی رشت سیل آمده است. برای برطرف کردن علت به میان آمده، کارمندان و تکنیک مخصوص وزارت نقلیات جلب گردیده ساعت 15:07 دقیقه راه از سیل واره‌ها تازه کرده شد. حرکت نقلیات به هر دو سمت برقرار کرده شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت این سیل تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. همین طور روز 13 دکامبر سال 2023 ساعت 12:25 دقیقه در کیلومتر 19 راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود دهه نو دانک جماعت دیهات در نویه عینی ریزش سنگ به عمل آمده سبب قطع گردیدن حرکت نقلیات شد. برای برطرف نمودن علت به عمل آمده، کارمندان و تکنیکی خدمات راه وزارت نقلیات جلب شد و ساعت 15:50 دقیقه راه از سنگ و ریگ تازه کرده شده ماشین‌ها به دو سمت به حرکت در آمدند. کمیته گفت خوشبختانه این حادثه نیز تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت.